sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk, vurur musun? Kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana? Feryadımı duyar mısın? سلام علیکم. قصر کرمانی آرامی پالم کجاست؟ سمبوسه را پخته کردیم، سبزی دار است، گرم گرم نوش جان کنین. بفرمایید. کجا اشتها ماندن که چیز بخوریم؟ اشتهای خوب. ملکه دخترم بشی من برای چای میارم، درست است؟ ها بشه بشرم. تو چه قزن بی حیاستی؟ خانواده ما را پاشان ساختی. نوجین مادر به خاطر تو خانه خود را ها کرد و رفت. تشویش نکنین خانم کاکا. بالاخره دوران خان به حقیقت خواد فهمید. او هم چهره اصلی ایره خواد دید. صبح بخیر. خیرت باشه. درباره چی گپ میزدین؟ چیره خواد دیدم. وقت دیدی باز خواد فهمید. ملکه بعد از صبحانه آماده شو، بیرون میریم. کجا میریم؟ رواج ما هست. با بوسیدن دست نوجین مادر میریم. امروز تکتم بگی. امروز میخوایم به ازمیر برم. مادر، شما را به تنهایی روان نمی کنم. یک چند روز دیگه صبر کنین. کارهای خود تنظیم کنم. بعد از او شاید قهرتان از بین رفته به خانه برین. چی میگن مادر جان؟ اما تو نیست؟ قهر ما از بین نمیره. در ضمن تو نرو. من خودم میرم. هدیه چان از ما پذیرایی خواد کردن. درست است مادر، درست است. امروز میرم که تکت بگیرم. اگر نبود فردا میریم. تو هم همراه ما برو زهرا. بعد از دیدن نوجین مادر که همه با هم وقت خود سپری میکنیم، قدم میزنیم. بعد از وام شام باید به مای نبری، اونجا هم هر ما یک جای میریم. من نمیخوایم شما برید. به کتابخانه میریم، کتابای نو برات میگیریم. من هیچ چیز نمیخوایم، کتاب نوام نمیخوایم. سر دختر فشار نیار، نمیخواه بره. حتی دختر خودت نمیخواه همراه تو باشه. بسیار برات مشکل است. خانم زمرات، یک کسی آمده آزادخانه کار داره. کی است؟ نمیشناسمش، از این منطقه نیست.
داخل بیارش. روزتان بخیر. آزاد کرمانی خانه است؟ آزاده از کجا میشناسین؟ از عراق. بسیار تشکر. اگه تو نباشی، آزاده کنارم نباشه، دیگه کسی نیست که از من محافظت کنه. هیچ کس نیست که دروازه خود برای من باز کنه. جگر خود نباش. مام هیچ کس را نداره، مثل تو تنهاستم. مادر ما دستان خورد با زور به پدرم دادن. ما و پدرم هیچ دوست نداشتن. امی که فرصت یافت از پیش ما فرار کرده رفت. خب پدرت چی؟ قبل از رفتن مادرم من پیش مادر کلانم برده و پدر مام ناپدید شده. فعلا هیچ نمیفهم که زنده است یا مرده. سالا میشه که اونا را هیچ ندیدیم. آزاد نامده و نمیاید. تو به خدا نمیفهمم چی بگویم. شما آزاد از کجا میشناسین کاکا؟ مرد عراق همراهش معرفی شدم. گفته بودیم در قریه رسیدیم هم دیگره میبینیم. خدا میفهمه شاید امروز یا فردا بیایه. من فعلا در هتل آرمانلی زندگی میکنم. اگه آمد برم خبر بتین. میخوایم امراش ملاقات کنم. به هر صورت مزاحم شما شدم. من دیگه میرم. خدا نگهدارتان. آزاده من. او آدم کی بود؟ دوست عراقی آزاد خان بود. از مرگش خبر نبوده. به دیدن او آمده بود. بیا. او آدم تعقیب کن. گوش کنی از پیشت گم نشه. او ما را پیش آزاد میبره. لطفاً آرام باشین خانم کاکا. گریه نکنین، بس است. خانم کاکا. کی بود او آدم؟ چون هر کس در داخل اجازه میتین. دستتو نبتین خانم زمرا، دستتو نبتین. با آخرین بار آزاد به او دیده. حتی از مرگ بچه مام خبر نداره. خوب استن خانم کاکا. چطور خوب باشم؟ مثل شیر بچه خدا به خاک سپردم. فاطمه خاله یک گلاس آب به خانم کاکایم بیارین. درست است. ایره بگی دخترم. نمیفهمیم او آدم کی بود. اگه بار دیگه آمد برش اجازه نتین. با ما آدم خدره که به عراق میرفت رابطه داره. مارم به جنجال نندازه.
ما با آوین مسکن زرق کردیم آزاد. دردشال کم میشه. یک بار به قصر میرم و امروی خانم زمانات گپ میزنم. درست زنده باشی. دزم کوشش کو که یک از تو را نبینه. متوجه باش. می باشم اما فکر میکنی که خانم زمانات به گپایم باور خواهد کرد؟ حتی ما وقت تو را در مقابل خود دیدم باور نکردم. ای را بگی به مادرم بده. هر مادر بوی اولاد خودم میشناسه. درباره چی فکر میکنی؟ هیچ. درباره چیزی فکر نمیکنم. حتما درباره چیزی فکر میکنی. نه خیر، درباره چیزی فکر نمیکنم. چون دیشب خوابیده نتونستم. بیبی اگر به خاطر رفتار زهرا پریشان هستی شما را به تفریح روان میکنم. اگر خواسته باشین به استانبول برین. مادر و دختر چکر بزنین. درست است. بسیار خوب میشه. زهرا با یک تفریح ضرورت داره. قهوه آماده کردم. هر دوی ما می نوشیم و قصه می کنیم. در وضعیت نیستم که قهوه بنوشم خانم کوچک. حق با شماست. از خاطر ملکه خوشی ما از بین رفت. من عصبانی نساز لیلا. بی زود درد اولاد استخوان سوز است. خدا اجازه ملکه را بده. برو قهوه خودم را کس دیگه بنوش. روزتان بخیر. مزاحم خو نیستم. اگه ملکه را کار داری در خانه نیست. راست میگین؟ من میخواستم ماینه زهرا را به یادش بیارم. مادر شامو رو به شفاخانه میبرم. قهوه می نوشین؟ حالا که آمدیم باید قهوه تانه بنوشم. اگه به زحمت نمیشی میشه آماده کنی؟ شما چطور هستین زمرد خانم؟ فقط خدمت کردن دکتر خانم کم بود. گفتیم ملکه نیست، اما باز چی میخوای از ما بشنوه؟ زیاد وقت شده که خبرتان رو نگرفتیم. به غیر از گپ زدن در مورد درد اولاد دیگه گفتنی ندارم. خانم زمرد، یک چیز براتان میتم اما نباید کسی بفهمه یا خبر شوه. چی میخوایی برم بتی؟ لطفاً کوشش کنین کارام باشین. این دستمال آزادم است. بوی بچه من میده. نامه در داخلش است. حالا همو بوی اولادی را که اسم میکنی زنده است مادر جون. من نمردیم. با ما دام ماندن اما خدا را شکر موفق شدم که از عراق فرار کرده بیایم. خانم زینب تو را پیش من میاره. بی صبرانه منتظرت هست مادر جون. خدا را شکر آزاد زنده است. بچه آزاد من، بچه من زنده است.
خدایا 1000 بار شکرت، 1000 بار شکرت خدایا. خاله زینب، به دیدن مادرم آمدین؟ زهرا برو بالا پشت از اتاقم بر، خنک خوردیم. برو دخترم. ما خواب نمیبینم، یه حقیقت از همه تو نیست. اگه خواسته باشه نمیال شما رو پیش او بردم میتونم. بریم. تو به خدا، اگه قرار بود بری پس چرا سرم قهوه آماده کردی؟ بسیار میبخشی، ما باید بریم از شفاخانه، برم زنگ زدن عاجل است. من خانم زینبم میرسانم، کمی قدم هم میزنم. خاله زینب و زمرد مادر کجا رفتن؟ ما چی بفهمم؟ هر دوشان از قصر بیرون شدن. خیرت زهرا کجا میری؟ ما باید بیرون برم. نه خیر، دوران خان اجازه نداده، تنها جایی رفتن نمیتونی، فهمیدی؟ بیا. وعدمیتم کاکا رستم، زود میرم و پس میایم. امکان نداره، بنا حق عذر نکن، داخل برو. زهرا داخل برو. برو. بچه ما زمینای ما بسیار زیاد است، بسیار زیاد. چقدر بی‌تربیتی، کسی برات یاد نداده که در وقت خوردن کسی گپ نمیزنه. نمیفهمم چی میگی، عام کدم میری. بچه ما انتخابات نزدیک شده. کار نکای تو هر چیز زودتر باید یک طرفه کنیم. مردم کسی را میخواد که عروسی شده باشه و از خود خانواده مکمل داشته باشه. چقدر گپ خوب زدی، بسیار. ما میخواستم عروسی کنم اما چی کنم دیگه، قسمت ما نیست. با فاطمه هم گفتم، چیز نگفت. گناه ما چیست؟ منتظر جواب نوجین مادر هستم اما وام چیز نگفت. تو بگو دیگه چی کنم؟ آی توبه. ناز میکنه. میفهمی؟ بزرگا گفتن که دخترها ناز میکنن. ناز. فاطمه خدا دختر پادشاه فکر میکنه. چطور؟ ما نباید وقت خود ضایع کنیم. یک بار دیگه هم پیشش میریم، شاید قبول کنه. بچه ماما چی کنم بچه اما؟ فاطمه نگفت نه. او بچه ماما، نه زنا به معنای بله است. چرا این گپ نمیفهمی؟ یعنی که قبول دارم. با کسی که کاندید انتخابات است کی برش نگفته میتونه. با تو هر زن آماده است که عروسی کنم. کسی نه برش گفتن نمیتونه. راستی هم گفتن نمیتونه. بله بچه ماما، اما نگفت. برات خود گفتم نه خانم ها را برعکس فکر کن. هدف اونا دیگه چیز است، یعنی که قبول دارن. بیا دیگه شما برات درا میگم. مادر جان، آزاد. هر کسی annesi var. Benim annem nerede? یه مادر جانم. زدبان این مادر کلان، دوباره بیاین. شما تاج سر ما هستین. تا امروز متوجه ما بودین، با ما غم شریکی کردین. از ما قهر نباشین. ما همراه خانم ملکه با اینجا با خاطر آمدیم که دستای شما را ببوسیم مادر کلان. نه حال نه. کدام وقت دگه هرگز نمیمانم دست ما ببوسی. هرگز رضایت ما حاصل کده نمیتونی. تو
چقدر بی شرم و بی تربیه هستی استاد ملکه. تا هنوز خاک قبر آزاد خشک نشده که همراه دوران عروسی کردی. آزاد مره در قبرم آرام نماندی دختر بی حیا. توام انشالله که روز خوش نمیبینی استاد ملکه. آزاد چیزایی که خواسته بودی آوردم. خدا خوارت نکنه، زنده باش. ما یک بار داخل میرم. بچه آزاد، قبول میکنم که نفس میکشم، اما روزی که از مرگ تو خبر شدم مام از بین رفتم. بچه گریه کده از بین رفتم یک دانه. شکر که خداوند تو رو دوباره به ما بخشید. مادر جان گریه نکنین، ببینین پیشتان هستم. گفتن که تو کار مواد مخدر انجام میدادی. نوجین مادر بسیار کوشش کرد اما نتانست تو را نجات بده. حتی نخواستم که کسی خبر شوه یک دانه. با ما دام مانده بودن مادر. اما مادر ما به او کار داد گرفته ندارم. ما بیگناه هستم و بیگناهی خدا ثابت میکنم. ببینین مادر جان، نباید از زنده بودن ما کسی خبر شود. درست است؟ آی خدایا. یام کاملا آماده بوده. بله؟ برفین؟ باید رخ نمیشد. سیم تلفن وصل نبوده. خدا میفهمد چند روز همی قسم بوده. دخترم چطور هستی؟ عدیه خانم چطور است؟ به تشویششان هستم. چی؟ پیش شما نیست؟ چطور امکان داره؟ نه تشویش نکن، حامل هستی. تو آرام باش. راستی فکر من کمی مغشوش است. چطور فراموشم شد؟ پیش از اینکه خانه شما بیایه پیش کسی دیگه میرفت. ها دخترم، خاطر جمع باشه. دقت مرا بگی. امروز میرم قدیم. بله قدیم خان، میفهمم مزاحم شدم اما من میان امروی برفین گپ زدم. از عدیه خانم پرسیدم، گفت خانه ما نامده، هیچ خبر نداشت. امروی عدیه گپ زدم. خاطرت جمع باش. قدیم خان اگه عدیه خانم ده اونجا نیست پس کجاست؟ از دوران قهر است. خواست که از قصر دور بره. باید به تو حسابی میداد که کجا میره. در چیز مداخله نکو فاطمه. گفتم خوب است. بچه من هیچ خوش نیستم که تو ده اینجا زندگی کنی. مادر شما تشویش نکنن. من متوجه خود بودم میتونم.
درست است، اما وقتی که درباره تو فکر کنم چطور در او خانه باشم؟ شما خانه برین. نباید کسی خبر شود. گوش کنین مادر. ما باید بیگناهی خدا ثابت کنم. مجبور هستم. برای چند وقت باید همه قسم پیش بریم. شما به کسی چیزا نگوین. نباید از زنده بودنم کسی بفهمه. کسی خبر نمیشه، تشویش نکن. ها، امروز در حولی یک نفر آمده بود. یک ریش سفید بود. در مورد تو میپرسید، گفت در عراق معرفی شده بوده. آزاد، وضعیت هاوین خوب نیست، باید فوراً به شفاخانه ببریمش. از هتل برآمد یا نه؟ نه خان صاحب، تا هنوز نبرآمدم. آزاد کجاستی؟ کجاستی؟ به خاطر چی تشویش میکدین؟ نمیتونم بیرون برم قدم بزنم؟ نه، بدونه که خبر بتین از خانه رفتین. از او خاطر لیلا گفت قهوهشون رو ننوشید و رفتن. زینب طرف شفاخانه میرفت، مام خسته شده بودم. از او خاطر مام امرش بیرون رفتم. وقت ملکه در قصر می باشم مام دلتنگ میشم. اگر بیرون رفتن زیاد فایده داره که بعض اوقات مام بیرون برم. چطور زمرد خانم کاکا؟ خودت میفهمی. به من خو زیاد فایده کرد. سلام علیکم. سلام علیکم. فاطمه خانم دیده زود میبرایم، زود میبرایم. خسته نباشی؟ زنده باشی. تو باز به خاطر چی آمدی؟ به خاطر چی آمدیم فاطمه خانم؟ آمدم بفهمم که درباره پیشنهاد ما کم فکر کردین یا نه؟ چرا در مورد پیشنهاد تو فکر کنم؟ برات یک بار خود جواب دادم. بله میگفتین، اما فکر میکنم اونه شما با معنای آ است. دیوانستی چیستی؟ مستقیما نگفتم. نه خیر. نه خیر، نه خیر، نه خیر. بله 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 بله. تو چیزی میخواستی راشد خان؟ سلام خانم زمرد. نه، من از خانم فاطمه یک سوال داشتم. پرسیدم، جوابم گرفتم. با اجازه تان من میرم. الا برو از اینجا، راشد دیوانه، برو. اینه میرم. از شما تشکر. ای خدایا، ای خانمان قدر با غرور است و قدر دلاور است که برام بله گفته نمیتونه. چیزا نیست، هر خانم ناز میکنه به خدا. خداحافظ. تشویش نکو هاوین، بخیر خوب میشه. ما پیش شیموز کاکا میرم. بعدا امرای شیموز کاکا یک جا به دیدن تو میاییم. درست است؟ مریض فوراً به اتاق قاچل ببرین. بودن تو در اینجا زیاد خطرناک است آزاد. ما امراش میباشیم، تشویش نداشته باش. تو برو. درست است. نمیبینم. نه این حقیقت داره. اگه خواسته باشین امیال شما رو پیش او بردم میتونم. اگه بیرون رفتن زیاد فایده داره که بعض اوقات مام بیرون برم. چطور زمرد خانم کاکا؟ خودت میفهمی. به من خو بسیار فایده کرد. جانم، با تو یک خبر خوش دارم. دوران موتو را به استانبول روان میکنه. فوراً باید یک بکس بگیریم، اما ضرور نیست لوازم زیاد بگیریم. هم تفریح میکنیم هم خرید میکنیم. چطور؟ من نمیخوایم برم. نه، غلط فکر کردی. دوران نمیره، فقط ما و تو میریم جانم.
مادر برای ما تفریح کردن بسیار ناوقت شده. من گفتم که هیچ جایی نمیرم. چرا نمیخوایی بری؟ آقا آزاد زنده است. او در هارمونلی است. همینجاست. چرا درک نمیکنین؟ به نظرتان آقا دوران چرا میخواه ما را روان کنه؟ ما در هتل هارمونلی زندگی میکنم. اگه آزاد آمد حتما برام خبر بتن، درست است؟ قسم نمیشه. باید هر سوراخ جستجو کنی. او زخمی شده بود. شاید که شفاخانه رفته باشه. راست گفتی. ما هم شفاخانه میریم. بخیز. شفای عجل میخوایم. تشکر. بخیر خوب میشه امین جان. کل چیز خوب میشه انشالله. کی است؟ کی است؟ ما هستم آزاد. آزاد؟ آزاد؟ بیا داخل بیا. بیا. فکر میکردم شاید دیگه شما را نبینم کاکا. برات گفته بودم بچه که مرا اینقدر دست کم نگی. بیا بشی. بیا. هاوینم به خاطر شما بسیار به تشویش است. وضعیتش خراب شد. مجبور شدیم شفاخانه ببریمش. مادر جان چطور هستین؟ دردتان کم شده؟ حال کم خوب هستم. از تو پرسیدم اما اونا برام گفتن تا هنوز نامده. به تشویش شدم. کدام مشکل خو نیست؟ نه خیر خوب هستم. مریض داشتم کم مصروف شدم. تشویش نکنین. خانم صاحب تیکتای استانبول گرفتم. تنها به خانم ملکه و زهرا بود. همه تو نیست؟ درست است تو رفتم میتونی. آزاده پیدا کردی یا نه؟ گفت چی ملکه؟
شما راست میگن شموس کاکا. دوران مرا به این دام انداخته بود. ما فعلا خدا نشان داده نمیتونم. اول باید بیگناهی خدا ثابت کنم. از این خاطر راننده را باید پیدا کنم. اگر نه هیچ کار کردن نمیتونم. خب ملکه، امرای دوران عروسی کرد. وقتی به قصر رفتم دیدم به خاطر چی کار کرده؟ شما هم دیگه دوست داشتین. تو میخواستی همراهش عروسی کنی؟ همراهش گپ زده بودی؟ تو داخل اتاق برو. بفرمایید. روز بخیر. من از جمله اقارب آزاد کرمان هستم. میتونم امروز شما گپ بزنم؟ بله بفرمایید. میخواستم همراه شما درباره آزاد گپ بزنم. فاطمه، کلید انبار کجاست جانم؟ شما او را چی میکنین خانم زمرد؟ بعض لوازم کنه را میگرفتم. بسیار وقت میشه که تنظیم نکردیم. به فقرا تقسیم میکنم. ها، بسیار خوب است. بفرمایین بگیرین. شما امروز آمده درباره آزاد پرسیدین. گفتین در عراق یک جای بودین. حتما از مردنش خبر نداشتین که به قصر آمدین. اگر در عراق با هم یک جای بودین باید از مرگش بفهمین و شاید امور رو دیده باشین. میشه برام بگوین که در اونجا چی اتفاقی رخ داد کاکا؟ پیش از اینکه چیزی بگویم، شما گفتین از جمله اقارب آزاد هستین. همراه او چی ارتباط دارین؟ من دوست نزدیکش هستم. نامم ملکه است. ما و آزاد در عراق از هم جدا شدیم. وقتی اینجا رسیدم خبر شدم که آزاد از بین رفته، اما من هنوز باور نمی کنم. در دلم همیشه یک آواز است که
از زنده بودن آزاد خبر میده. حس میکنم، او را احساس میکنم، اما بعدا مجبور میشم که حقیقت بپذیرم. کاکا، آزاد زنده نیست، مرده. خب به هر صورت وقت شما رو گرفتم. تشکر. آزاد شما را بسیار دوست داشت. آزاد، ما آدم ها را میشناسم. این دختر تو را بسیار دوست داره. مادر براتون سودا آوردم. اگه چیز کم بود با قدیم ایگا پارا بان تک تارا گرفتی؟ میری؟ نه مادر، باقی نمانده بود. چند روز بعد من کاملا بیکار میشم. یک بار کارای شرکت خلاص کنم با خیر باز میریم. قدیم تو را چی شده بچین؟ یا کارا خوب پیش نمیره چطور؟ یا که به خاطر دوران ناراحت هستی؟ کارایی که در چند روز آخر اتفاق افتاد مرا ناراحت ساخته. هرگز نمیخواستم اتو شوه، اما قسمه که میبینین از دست ما چیز ساختن نیست. بله گفت، بله گفت، دارم بله گفت. چطور یعنی؟ چه قسم بله گفت؟ یعنی گپش راست بود یعنی؟ نه به معنای بله بود دیگه. طبعا که بله گفت. تو چی میگی؟ کدام معنای دیگه هم داشته؟ بچه ماما برات گفته بودم خانم ها بعضن بله میگن، اصل هدفشان دیگه چیز است. از او خاطر گفتم برات. فهمیدی یا نه؟ هیچ فکر غلط نکن، هیچ غلط فکر نکن. بان که مکمل خوش باشه. با خدا بسیار خوب کار شد. رهبر شدی راشد جان. صبر کن، هنوز یک طرفه نشده. بان که یک طرفه شوه باز بعد از خوشی میکنیم. اما گوش کن راشد، پیش از این که نامزدی رو برگزار کنیم باید یک قوچ بخریم و برش هدیه ببریم. قوچ؟ بله. تو دیوانه شدی؟ قوچ چی؟ تو میخوای مرا برباد کنی؟ من نمیتونم که قوچ بخرم. فهمیدی؟ میفهمی؟ هیچ امکان نداره، امکان نداره. برو. نه بچه ماما، با این قسم گپا هیچ کار تو پیش نمیره. تو برم 300 یا 500 لیره به رفته یک قوچ بگیرم، بعدش برش هدیه ببریم دیگه. همه قدر میشه؟ زیاد نمیشه؟ بله چرا نه؟ دیگه برو. بچه ماما جان، امرای پول مرغ بگیرم. چرا مرغ بگیری؟ 200 لیره است یک قوچ میشه. میفهمی 200 لیره بسیار پول است. برو زود بیا. مرغ میگیری، قوچ میگیری، گوسفند میگیری، هر چی که میگیری برو بگی. ما دیگه پول دادن نمیتونم. دل جمع باشه. برو گم شو. برو دیگه برو. مالکه تو چی میکدی ها؟ برام بگو ده او هتل چی میکدی؟ بارت نگفتم که او آدم ده قاچاق مواد مخدر دست داره؟
چطور گپ مرد زمین مندازی؟ ها؟ من فقط خواستم بفهمم که آزاد در روزای آخر چی میکرد و در چی وضعیت بود. آزاد دیگه با تو هیچ ربطه نداره. تو خانم ما هستی، فهمیدی؟ خانم ما. میفهمم، اما وقت تو آمده گفت که ما آزاده میشناسم، باز ما تو هم امیدوار شدی؟ امیدوار شدی که زنده است؟ خب اگه زنده می بود چی میکدی؟ ها؟ چی میکدی ملکه؟ مرا رها کده پیش او میرفتی. از تو پرسیدم برات بگویم چی میکدی؟ هیچ چیزی. فهمیدی؟ هیچ کار نمیتونستی، بخاطر که تو حال ناموس ما هستی. اگه آزاد زنده می بود تو او را می دیدی یا او تو را، با ما هیچ فرق نمیکنه. اگه هم دیگه را می دیدین هر دویتان از بین می بردم. فهمیدی؟ مادرت هیچ اصلاح نمیشه. بعد از این هرگز ملکه نمیخوایم به خاطر آزاد ناراحت باشی. او را فراموش کن، او را از قلبت بیرون کن. فهمیدی؟ نمیتونم، فراموش کردن نمیتونم. تو اینجا چی میکنی؟ آقا آزاد زنده است، شما میفهمید. میترسین که دوباره در این خانه نیاید. از همین خاطر ما را به استانبول روان میکنه. زهرا لطفاً چوب باش، چیز نگو. زهرا جان لطفاً چیز نگو. چی گپ است هارون؟ کسی که در هتل بود برآمد، همراهش یک نفر دیگه هم از خان صاحب. آزاد بوده میتونه، تعقیبش کن. بالای ما باور ندارین، اما براتون ثابت میسازم که آقا آزاد زنده است. نگو، خواهش میکنم دیگه ای قسم نگو. قلبم میسوزه، دیگه ای گپاره نزن لطفا. بله زینب. ملکه جان، ما به خاطر زهرا برای زنگ زدم. هر وقت که آمده تونستین به این که ماینه شوه. درست از جانم میاییم. ما به خاطر شامل آمدیم. قالینای ما را انتقال میداد.
بعد از انتقالات اخیر دیگه دیدش نتونستم. من بسیار وقت میشه از او خبر ندارم. از روزی که عراق رفته فقط 2 بار تلفن کرده. زنده باشی خاله. بگو کجا رفتن؟ خانه شامل رفتن؟ پس با جستجو شروع کردن. هر دویشان از بین ببر. خیرت است. کجا میرین؟ زهرا را به معاینه میبرم. دکترش زنگ زده بود. بسیار خوب. ما میرسانمتان. میفهمم چی میخوایی بگویی، اما برات یک لسان دیگر را یاد میتونم. بگو غو غو غو. بگو دیگه. بگو. این زبان خب بیازو یاد داری، لسان خودت هست. غو بگو. غو بگو. او بچه ای چی از چی آوردی؟ برات معرفی میکنم. تغلو راشد تغلو. معرفی شدیم. تغلو کی است؟ تغلو یک نوع از چوچه گوسفند است راشد جان. اما این قسم طرفم سیل نکن. پول را که دادی فقط امیره تانستم بخرم. تو میخوای مرا رسوا بسازی؟ با یک رهبر بزرگ مثل راشد کارایی برگک مناسب است ایره چه قسم بکشن؟ چه قسم گوشتش بخورنی؟ خب بسیار کم است. بابا لطفاً برگک نکشین. بسیار شیرین است. بله بسیار شیرین است. فاطمه خانم ایره بسیار خوشخواد کرد. بسیار خوشخواد کرد. در سرم خواد توبه خدای. ایره چی خوشخواد کرد؟ بسیار خورد از بچه اما این قگک است. غو کو. حتما دوران شامل پول داده و رخصت کرده. طبعا اگه شامل چیزی بگویه او برباد میشه. آدمی بیوجدان. ما باید شامل پیدا کنم. زهرا جان تو کاملا خوب هستی. هیچ مشکلی نداری. خاله زینب، آقا دوران ما و مادر من به استانبول روان میکنه. اما من نمیخوایم که برم. تو چرا نمیخوای بری زهرا جان؟ این خب بسیار یک خبر خوش است. به خاطر که آقا آزاد زنده است. او همینجاست. ما باید مادر ما بفهمانم خاله زینب که آقا آزاد پیدا کنه. خواهش میکنم شما برام کمک کنید. همراه مادرم گپ بزنید. مانع رفتن ما شوید لطفا. خواهش میکنم خاله زینب. چقدر راه مانده؟ کم مانده. خوب هستین؟ فکر کنم پایم از حرکت مانده. بخیزم. چطور از زهرا خوب است یا نه زینب جان؟ هیچ مشکل نداره اما زهرا در ایالت نباید جای سفر کنه. اگر برش هیچ خوب نیست ملکه. اینا از طریق هواپیما میرن. فقط 2 ساعت پرواز می باشه. هواپیما و موتر هیچ تفاوت نداره. زهرا روزای سخت را دیده دوران خان. اگه سفر کنه برش مشکل پیش میشه. ما به عنوان یک دکتر نمیتونم اجازه بدم. درست است، مشکل نیست. از همه چیز که در زهرا مهم است یک وقت دیگه میریم.
شارژ موبایلم خلاص شد خان صاحب. تعقیب کردم اما از پیشم فرار کردن. زیاد دور رفتن نمیتونن. حتما در اینجا پنهان شدن. خدا لعنتشان کنه. یادم چرا به قصر نمیه؟ چرا نمیخوای از زنده بودن خود به کلگی بگویه؟ حتما کدام نقشه داره. چی کنیم خان صاحب؟ وضعیتش بسیار خراب بود. اگر زینب نمی بود نمیفهمیدم چی کنم. خدا از او دکتر راضی باشه. بدونی که بترسه به تو کمک کرد. بله زینب، آزاد هستم. هاوین چطور از به تشویش هستم؟ خوب است. انشالله که تا فردا کاملا خوب میشه. خدا را شکر. گوش کو، اگر بالای کسی شک کردی یا کسی به پرسیدنش آمد فوراً برام احوال بده. درست است؟ درست است. بیوز امشب در شفاخانه نوکری والا است. هر لحظه بعد دیدنش میم. خاطرت جمع باشه. درست است. زنده باشی. وضعیتش خوب است بیادر. شکر. هاوی جان ما بعداً به دیدنت میم. تو استراحت کو. درست است جانم؟ درست است. خداوند ازتان راضی باشه. ببخشید. معذرت میخوایم، متوجه نبودم. مهم نیست. خان صاحب هم این طرف رفتن. کاملا باور دارم. حرکت کنید. چطور هستی زهرا جان؟ درد خو نداری جانم؟ خوب هستم، تشویش نکنین. استانبول رفتن نمیتونیم اما در اینجا میتونیم وقت خود خوش بگذرانیم. بر ما مهم یک جا بودن ما است. خوش بودن ما است جان مادر. حالا دیگه شما خانم دوران خان شدین. فراموش کردین. آقا آزاد میایم میفهمم و هیچ چیز دیگر مثل سابق نخواهد بود. تو نمیفهمیدی که دوران ملکه را دوست داره آزاد بچیم؟ نفهمیدم. اما ملکه میفهمید. به خاطر که من ناراحت نشم برام نمیگفت. وقتی فهمیدم از یخنش گرفتم اما آتش روشن کردن حتما همینجا هستن. متوجه باش. دوران است. بیاین که بریم. عجله کنین.
فرار کردن خان صاحب. Seni sorup duruyorlar, gözlerim hep yerde anne. Herkesin bir annesi var, benim annem nerede anne? Çok mu üzdüm yoksa seni, bırakıp da gittin beni, affetmedim hiç kendimi, benim annem nerede şimdi? Çok mu üzdüm yoksa seni, bırakıp da gittin beni, affetmedim hiç kendimi, benim annem nerede şimdi? خان صاحب، افراد ما خسته شدن. از دیشب که اونها را میپالن. چی کردن که خسته شدن هارون؟ ها؟ ببینی چند نفر هستیم؟ 2 نفر را پیدا نتونستیم. باید کمی استراحت کنن. بعدا ادامه میتیم. امکان نداره خان صاحب. گوش کنین بچه، تا او 2 نفر را پیدا نکنیم هیچ کس جای رفتن نمیتونه. هر طرف پراگنده شوین. عجله کنید. اونا را باید پیدا کنین، فهمیدین؟ زود شوین علتیا. آزاد، ما چای آماده کردیم، بچیم تشویش نکن. تو برو استراحت کن. ما که آمدم از راه یگان چیزی برای خوردن میگیم. کجا میرین؟ دلم جمع نیست. هاوی نباید ببینم. درست است، مامام رایتون میرم. آزاد، بیبی دوران تشنه خونه تو است و حتما در جستجوی تو هستی را میفهمی، اما اینجا را هرگز پیدا کردن نمیتونم. من زود میایم. پدر، هاوین در شفاخانه نیست. آزاد و شیموزم در اینجا دیده نمیشن.
شاید جای دیگر رفته باشن، اما تو فکر میکنم اگه قصد رفتن با جای دیگر می داشت هرگز به وطن برگ نمیگشت. منتظرشان باش. درست است. به خدا مثل اطفال شما را کاملا به زحمت می سازم. زحمت چی جانم؟ این خوب وظیفه من است، بایدی کار کنم. امروز بسیار خوب معلوم میشی. بخیر به زودی خوب میشی، دیگه هیچ تشویش نداشته باش. به خاطر زحمات شماست. تو آزاد اگه همراهیم نمی بودین خدا میفهمم من کجا می بودم. تو درباره این گپا هیچ فکر نکن، اما چیز گذشت. بعد از این تو یک زندگی کاملا متفاوت خود داشتی. بیگه کم بخور. بچه ماما یک چای خوب پرتو. کم بخور نوکر بگی. خودت پرتو. من خب مزدورت نیستم. از یک کاندید میخوای که برای چای پرته؟ توبه توبه. دخترم پرتو برای چای. تو هم راست میگی، اما خانم فاطمه را باید هر چیز زودتر راضی بسازی. راشد خوانده ای خانه باید یک زن باشه. این قسم دیگه پیش نمیره. بله، به نظر من بسیار ضرور است. من امروز میرم خانم رئیس تا دلکش به دست میارم، دل جمع باشه. کار خوبی میکنی. فراموش نکو وقتی میرفتی چوچه گوسفندم امراید ببر. شو تا صبح ما را دخو نماند. خدا راست. بله راست میگی. فاطمه از تعجب زیاد بیهوش خود شد. بچه هم گفته باشم بسیار خوش قسمت از 10 سال کس برش برا میبره. بسیار خوش شانس از بسیار. با آرزوی خود رسید. دیگه چی میخواه؟ باید از خداوند شکرگزار باشه چون همسرم همیشه. دیگه از خداوند چی میخواه؟ بله تو هم باید زودتر بری به خاطر که ناوقت شده. راست میگی. حالا دخترم بریم. عجله کن بچه ماما. خانم زمانو تو هنوز بیدار نشدن؟ من ندیدمش. بگی دخترم. فاطمه ها؟ من میرم. خیرت از ای وقت کجا میخواین برین خانم سمرود؟ دیروز لباسای آزاد جمع کردم. اونا را به فقرا توزیع میکنم. چرا عجله دارین؟ جایتان بروشین بعد برین. نه خیر به شما اشتهای خوب میخوایم. بگی دخترم. تو کجا میری؟ دیگه نمیخورم. نوش جانتان. تشکر خاله فاطمه. خواهش میکنم دخترم. از دروازه چه قسم برایم. زهرا کجا میری؟ خانم زمرد ما را پشت خود فراموش کرد. باید برش ببرم. نه خیر. آزاد از اولی برآمدم میایم. من در او خانه نیستم. در یک جای دیگه هستم. اونجا آمادم میتونین؟ بله بچه میتونم بیایم. بگو کجاستی؟ زیاد ترسیدم شیموس کاکا. فکر کردم شما را از دست دادم. بنا حق ترسیدی هاوین دخترم. بخیر تو خوب شو. دیگه هیچ چیزی مهم نیست. خداوند هرگز محتاج کسی نکنیتان. همیشه برام بسیار کمک کردین. باور کنین شما را به اندازه پدرم دوست دارم. میخوایم مریض معاینه کنم. میبخشین آقا.
فین ما بیرون میریم منتظر میباشیم. بفرمایید. شما خوب هستین؟ شما خانم اولاد ندارین؟ اونا کجاستن؟ نمیفهمم. یک بچه و یک دختر دارم اما نمیفهمم کجا هستن. شما هیچ با هم نمیبینین؟ نه خیر. چندین سال میشه که اونا را رها کرده رفتیم. حالا هرچی که بگویم بیفایده است. جاهل بودم، خونگرم بودم، هیچ چیزی از دستم نمیآید. اگه واقعا پشتشان دق شدین پیدایشان کنین، به خاطر که زندگی بسیار کوتاه و فانی است. ولی شکر بگو شیموز شفاخانه است. ها اینم اینجا دیده میشن. همه حال خودم میرسانم موش کنین بدون من کدام کار نکنین. نظام پولام ندارم چطور کنم؟ از پشتش چه قسم برم؟ کاکا آتیل؟ کاکا آتیل آخ الله، مرا ترساندی زهرا. تو اینجا چی میکنی ها؟ بسیار یک کار عاجل دارم. مرا تا یک جایی رسانده میتونین؟ بله میرسانم البته، اما خیرت از کجا میری؟ گفتم که کار عاجل دارم. نه خیر، عجله کار شیطان است. من از 40 مایل زیاد نمیرم. فهمیدی زهرا جان؟ البته موتر موقع نمیدم. زود باشین کاکا. درست است. بیا بیشی، بیا بیشی. خدا خیر ما را پیش کنه. صبح بخیر مادر جان. باز وقت بیدار شدین؟ بله وقت بیدار شدم. هیچ وقت نمیگذرم. تا تایم بگی قدیم میخوایم پیش هدیه عروسم برم. درست است مادر جان. گفتم میگیرم. با خیر هفته آخر شوه. مرا طفل فکر نکو. مرا بازی داده نمیتونی. با خیر کارای شرکت خلاص کنم میریم. مادر جان شما خو میفهمین تنها رفتن نمیتونین. ما شما را میرسانم. به خاطر ما تشویش نکن. برو تکت ما بگی. بیا زود تیاره 1 ساعت در بر میگیرد. در اونجا هدیه منتظرم میباشد. خودم به تنهایی میرم بچه. همینجاست. اما دکترها هر دقیقه داخل اتاق میرن. آماده باشین. همی که شیموز رفت هاوین از بین میبریم.
ماشاءالله ماشاءالله. به خدا فاطمه مرا ببینه دیوانه میشه. دیوانه هستم. من دیوانه هستم. مثل دیوانه هستم. دیوانه چی هستم؟ من برش تغلو میبرم. تغلو وقت تغلو را ببینه دانش باز میمانه. ماشاءالله ماشاءالله. خدا کنه که نظر نشم. بخورم بخوان یگان چیز که من نظر نشم. بخوان. صدا رو شنیدی؟ نه خیر من هیچ چیز نشنیدیم. نشنیدی؟ ما هم نشنیدیم. حالا بریم. وای تغلو کجاست؟ تغلو کجاستی؟ دخترم تو تغلو رو ندیدی؟ نه خیر پدر من ندیدی. من میرم مکتب سرم ناوقت میشه. آی خدایا توبه کردیم. مقبولک چی؟ کجاستی مقبولک؟ خورترک کجاستی؟ بیا. وای او خمرخو نبود. سگام نبود. وای تغلو را چه قسم پیدا کنم؟ تو شاید بالای راشد زیاد قر باشی، اما بچه مامایم از سر تو زیاد حق داره. همه تو نیست زهرا؟ گوش کن زهرا، گپای من تمامش درست است اما تو نیست. چپ گفتی چپ؟ یعنی چی؟ پدر تو چپگرا نیست، راستگراست. همیشه به خاطر مردم خود فداکاری میکنه. منظورم ایست که طرف چپ دور بخوره. آها چپ گفتی. فهمیدم طرف چپ میرم دور میخورم. انتخاب شدن راشد با آینده ایلیف بسیار خوب تاثیر داره دخترم. فکر کو یک دفعه دختر یک رئیس میشه. گفتی این دختر رئیس میشه؟ آها وقتی که در انتخابات برنده شوه باز دختر یک رئیس میشه. میفهمم رأی خود به پدر خود میتم. مطمئن هستم. اما او رأی داده نمیتونه. بسیار گپ خوبه اشاره کردی دخترم. همینجا توقف کن. توقف کن تو. کاکا جان شما همینجا منتظر ما باشید. ما فوراً پس میایم. بچه شب آقا آزاد زنده است. من میفهمیدم. حال شما هم خبر میشین مادر. تغلو خورترک تو کجاستی؟ آی خدای من چطور کنم؟ خدای با تو پناه میبرم. میفهمی تو رو چند خریدیم که فرار کردی؟ برم صبر بده خدایا. آی خدایا این ریزمان خودش نمیتونه که باز کنه. کجا رفته باشه؟ تغلو بیا دیگه. مادر آمدم ببینم که وضعیتتان چطور است. آنتان درد نمیکنه؟ کمه. در دهلیز شفاخانه آهسته همراهشان قدم بزن. برش فایده داره. متوجهشان باش. بخیزین. آهسته. ما دوباره پیشتون میایم مادر. شما برین کم قدم بزنین.
اوهو سلام علیکم خان صاحب، چطور هستین؟ خوب هستم. خان صاحب صبر کنین. من به خاطر حفظ دوستی ما با شما یک بزغالگک گرفته بودم، باور کنین. اما احمق فرار کرد رفت، نمیفهمم کجا رفته. شاید خودش فهمیده باشه که کجا بره. تو نیست؟ راشد برو گمش از پیش رویم. آی دوران خان، خواهش میکنم قسم امرای ما رفتار نکنین، خوب نیست. بالاخره من مثل پدر شما هستم. اما تو نیست؟ تو چی گفتی؟ مرا تهدید میکنی احمق؟ خان صاحب پدراندرتان. من امرای فاطمه عروسی میکنم، از او خاطر پدراندر شما میشم. اما تو نیست؟ دروغ خو نمیگم دیگه، از او خاطر پدراندرتان گفته میشم. هوش کنی. بی وفاست دیگه، اولاد است، بی وفایی میکنه. بیادرها شما کدام بزغاله را ندیدین که برام نشان بتین؟ ندیدین؟ بسیار به خاطرش پریشان هستم. بسیار شرم است. هیچی وضعیت هست. بگویی که دکان لباس فروشی است. اگه خانم هدیه ببینه به خود زیاد قهر میشه. فاطمه خاله، زهرا رو ندیدین؟ ده اتاقش نیست. ندیدم دخترم، شاید آشپزخانه باشه. اینا را بگی داخل طول بکس بان، متوجه باشی که نشکنه. بگی. نه خیر، خان صاحب دستور داد که از دروازه پایتان بیرون مانده نمیتونین. با دیدن نوجین مادر میریم. مرا برسان تو دوباره پس بیا. حل از او چو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زهرا؟ خبر نداده کجا رفتی دخترم؟ بسیار ترسیدم. بالا پاشا خانم زمرت فراموش شده بود، رفتم که برش بدم. دیگه ای قسم نرو، بسیار میترسم که تو را چیز نشه. برای شیر گرم کنم دخترم؟ یک جای می نوشیم. بیا. نه اشتها ندارم. اما کم خسته شده. میخواین همراهیم بیرون بریم؟ میریم، البته که میریم. کافی است که تو بخوایی جانم، از من روی نگردانی یک دانه. حالا دیگه آماده شو که با پارک میریم، ساعتت هم دیر میشه. حالا جانم آماده شو. پارک نمیریم، یک جای دیگه میریم. درست است، هر جایی که تو بخوایی همونجا میریم. بریم. قسم نمیشه آزاد بچه. تا چی وقت پنهان زندگی میکنی؟ تو باید خان شوی. پیش نوجین مادر میریم، دستش با بوس، تمام ماجرا را برش بگو. فعلا نه مادر. حالا که نمیری پس چی وقت میری بچه؟ دوران ملکه را تاج سر ما ساخته. نوجین مادر از قصر رفت. هیچ چیز مثل سابق نیست بچه. ناراحت نباشین مادر. بعد از هر طوفان آرامش برقرار میشه. ما خدا بیگناه ثابت میسازم، بعدن راه خدا انتخاب میکنم. بعد از او هرکس برای خود بره. نه دوران نه ملکه، در قصه هیچ کدامشان نیستم.
است.